تا نباشد امر حق برگی نیفتد از درخت. یعنی هیچ چیز در این جهان بی اجازه خدا حرکت نمیکنه. هیچ اتفاقی بی حکمت نیست، هیچ تأخیری بی دلیل نیست. همه اون اتفاقایی که فکر کردی بد بودن، همونا تو رو رشد دادن، صبورت کردن، بیدارت کردن. خدا با زبون سختی ها درس هایی رو میده که هیچ شادی نمیتونه یاد بده. خدا هیچ وقت اشتباه نمیکنه. اون حساب کتاب خودش رو داره برای اشکات، برای خنده هات، برای تأخیرهایی که تو زندگیت اتفاق میفته. و همه اینا بخشی از داستانیه که آخرش بگی اگه اون روز این اتفاق نمیافتاد من الان اینجا نبودم. من خودم همیشه میگم اگر سختی های مسیرم نبود من واقعا الان اینجا نبودم. و با ایمان کامل میگم هیچ چیز در این جهان تصادفی نیست.